بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. آقای آخوند احمدی اصفهانی میگوید فاطمه مادر حضرت علی در موقع درد زایمان به داخل خانه کعبه رفته و در آنجا زایمان کرده و 3 روز هم در خانه کعبه باز نمی شده و وقتی هم بعد از 3 روز در خانه کعبه باز شده، فاطمه بنت اسد به خانه خود رفته و حضرت علی رضی الله عنه چشمان خود را باز نمی کرده. بنی هاشم آمدن، ابو طالب و عقیل آمدن و تمام فامیل آمدن و حتی حمزه سید الشهدا این نوزاد چشمان خود را باز نکرد تا اینکه او را به دست پیامبر اسلام دادند و در بغل حضرت رسول چشمان خود را باز کرد و فرمود السلام علیکم یا رسول الله. آقای احمد اصفهانی، آخوند احمدی اصفهانی، چند مطلب را مجبور هستم به شما تذکر دهم. 1. خانه کعبه در زمان جاهلیت محل بت‌های بت‌پرستان بوده و در کعبه باز نبوده، بلکه کلیددار داشته و در مواقع مخصوص در به آن باز می شده. 2. خانه کعبه که در آن موقع پر از بت بوده زایشگاه نبوده. 3. فاطمه بنت اسد بت‌پرست بوده و همینطور ابو طالب پدر حضرت علی و ابو طالب با همه حمایت‌هایی که از پیامبر کردند، به خصوص در شعب ابی طالب، با کفر از دنیا رفت. 4. در زمان تولد حضرت علی پیامبر اسلام هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود. چطور حضرت علی گفته السلام علیک یا رسول الله؟ پیامبر در سن 10 یا 12 سالگی حضرت علی رضی الله عنه به پیامبری مبعوث شده. من تعجب میکنم از مردم شریف و عاقل اصفهان که دوستان بسیار زیادی در این شهر دارم، چطور حرفای این آخوند مشرک را میپذیرند، در ضمن که این آخوند میگوید دیوار کعبه شکافته و مادر حضرت علی وارد خانه خدا شده که پر از بت بوده. این دروغ محض است، چون آنجا بتخانه بوده و در زمان جاهلیت و دیوار آن پارچه نبوده که پاره شود و کسی در آنجا زایمان کند. خدایا این جماعت مشرک و دروغگو را هدایت فرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.